سلام، سفری هم از شهر تلفن. خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام نحوه تنظیم مودم های ADSL TP-Link سری قدیم و سری جدید رو خدمتتون آموزش بدم. سری جدید آنتن بلنده، توی بازار هست الان. سری قدیم توی بازار قبلا بود، آنتن کوتاه هم، ولی تو اکثر خونه ها استفاده میشن. نحوه تنظیماتشون تقریبا مشابهانشون، فرقی با هم نداره، ولی جفتشون هم تنظیم میکنم تا یاد بگیرید خودتون با لپتاپ یا گوشی مودم را تنظیم بکنید. لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب بریم مودم رو تنظیم بکنیم، اما قبلش این چراغ‌های روی مودم رو بهتون میگم. چراغ اول چراغ پاوره. وقتی آداپتور رو بهش وصل بکنید، دکمه روشن خاموش رو بزنید و روشن کنید مودم رو، چراغ پاور باید روشن باشه. اگه روشن نشد یا آداپتور خرابه یا خود مودم. چراغ دوم چراغ ADSL. وقتی خط تلفن رو بهش وصل بکنید و ADSL روی خطتون از طرف مخابرات یا هر شرکتی که ازش اینترنت گرفتین ADSL تون فعال شده باشه، چراغ ADSL روشن میشه. چراغ سوم چراغ اینترنت. وقتی مودم رو به درستی تنظیم بکنید، چراغ اینترنت روشن میشه. میشه گفت چراغ سوم وابسته به چراغ دوم، یعنی اول باید ADSL تون وصل باشه که به اینترنت بشه وصل شد. چراغ چهارم چراغ وای فای، یعنی وای فایش اگه فعال باشه چراغ چهارم روشن میشه. توالت عادی که روشنه، احیانا اگه خاموش بود یه دکمه این پشت هست، دکمه وای فای. اینو چند ثانیه نگه دارید روشن میشه. اگه روشن نشد مودم ایراد داره، خرابه، باید تعمیر بشه. چراغ بعدیم چراغ شبکه هست. هر کدوم از اینا استفاده بکنید چراغش روشن میشه. بریم بعدا تنظیمش. من آداپتور رو بهش وصل میکنم. خط تلفنم همچنین بهش وصل میکنم. خب مودم که اومد بالا، بهتر مودم رو ریست بکنید تا هرچی تنظیم روش بود قبلا کامل پاک بشه. ریست سخت افزاری هم هست، نرم افزاری هم هست. سخت افزاریش به این صورتی که با یه چیز نوک‌تیزی دکمه داخل سوراخ هست، 5-6 ثانیه نگه دارید مودم ریست میشه. ریست نرم افزاری هم توی ادامه آموزش‌ها بهتون میگم که از داخل تنظیماتش باید چیز ریست بکنید. برای سری جدیدم دکمه این پایین هست، دکمه ریست. اینو 5-6 ثانیه مجدد نگه دارید مودم ریست میشه. مودم که ریست شد میریم بعد انجام تنظیمات. من با گوشی انجام میدم تنظیمات، با لپتاپم مراحلشون یکه. با لپتاپم میتونید انجام بدید، فرقی با هم ندارن. روی گوشیتون اگه اینترنت همراهتون فعال، اونو غیر فعال بکنید و وای فای رو روشن بکنید. به مودم وصل میشیم. مودمی که پسورد نداره، احیانا اگه پسوردی داشت پشت مودم کلمه 8 رقمی هست، اینو وارد بکنید، همون پسورد پیشورز مودم. میتونید به مودم وصل بشید. به مودم که وصل شدید یه مرورگر باز میکنید توی گوشی، مثلا گوگل کروم. بالاش میرسیم 192.168.1.1. این حتما باید انگلیسی باشه، پشت مودم هم نوشته. اونو وارد بکنید. یه یوزرنیم پسورد میخواد ازتون، ادمین. اینم باز پشت مودم نوشته. لاگین رو میزنیم و میریم داخل تنظیمات مودم. ریست سخت افزاری که بهتون گفتم، ریست نرم افزاری هم از قسمت مینتینز
قسمت سیس ریستارت، اینو پایینی رو انتخاب کنید، فاکتور دیفالت ستینگ، ریستارت رو بزنید، مودم به صورت نرم افزاری کلا ریست میشه. راه دومش برای تنظیمش، ابتدا برید قسمت اینترفیس، ست وایرلس، این وسط یه جزء WPS هست که فعال، اگه فعال باشه مودم راحت هک میشه. اونو غیر فعال بکنید و سیو رو بزنید. خب، مجدد بعد چند ثانیه باز مودم وصل میشیم. الان اینترفیس وایرلس رید غیر فعاله. میریم برای تنظیم، کویک استارت رو بزنید بالا، رام ویزارد رو بزنید، نکست، اینجا تهران رو انتخاب میکنیم، نکست رو میزنیم، مجدد همون بمونه، دست به چیزی نمیزنیم، نکست. تو این قسمت یوزر نیم پسورد میخواد، اون که مخابرات داده بهتون بعد یه روز ثبت نام کردن جهت تنظیم مودم. خب اگرم قبلا ثبت نام کردیم و یادتون رفته از پشتیبانی بپرسید میگم بهتون. یوزر نیم پسورد اینجا وارد میکنیم. اگرم مخابرات نیستید از هر شرکتی گرفتین یوزر نیم پسورد میده بهتون دیگه، اون رو اینجا وارد میکنیم. VPI VCI هم برای مخابرات 033 هست، برای سبانت شاتل آسیاتیک هم 035. اونم اگه مطمئن نبودید از پشتیبانی بپرسید میگم بهتون. اونم که وارد کردید نیکست رو میزنیم. تو مرحله بعدی تو این قسمت نام وای فای SSID من فعلا تغییر نمیدم. خب برای رمزش هم پایینی دیزیبل هست، اینو انیبل میکنید و آخری رو انتخاب بکنید. پایین یک کادری باز میشه، اینجا هر رمزی خواستید میتونید اینجا بهش بدید. فرضاً همین رو میدم، ولی شما، من اینو برای مثال میگم، ولی شما خواستید رمز بدید رمز یکم ساده نباشه، راحت بشه حدس زد. به این قسمت هم برودکست SSID الان فعاله، یعنی قابل مشاهده است. اگه خواستید مودمتون موقعی که جستجو میکنید وای فای نیاد، هیدن باشه، مخفی باشه، نو رو انتخاب بکنید، مخفی میشه. بعد سیو باید دستی، توی قسمت شبکه باید دستی پیدا کنید. اگر هم لازم نیست همون یس بمونه به صورت پیش‌فرض. نکست رو بزنید، مجدد بدونم نکست بزنید، صفحه یه ارور میده، بعد چراغ اینترنت روشن میشه. این الان مودم تنظیم شد. روی قسمت وای فای اگه جستجو کنید ببین الان اسمشو آورد. اما تنظیم مودم بعدی سری جدید همونطور که گفتم آنچنان فرقی نداره، ولی زود اونم تنظیم بکنم. خب میریم برای تنظیم این مودم، ابتدا ریستش میکنیم. خب مودم که ریست شده بالا آمد، میریم برای تنظیمش. روی گوشی
وای فای رو مجدد روشن میکنیم و به مودم وصل میشیم. اگه همونطور که میبینید پسورد میخواد، همون پسورد پشت مودم 8 رقمی. به مرورگر بالاش 192 می نویسیم باید مجدد. یوزرنیم پسورد همون ادمینه، مشابه همون مودم قبلیه، فقط یه ذره رنگ منو شاید فرق کرده باشه. نکست رو میزنیم. بهتر اگزیت رو بزنید بیاد از اینجا بیرون. خب برمیگردیم به صفحه اصلی. همون رنگش فقط عوض شده دیگه. باز اینترفیس وایرلس WPS رو غیرفعال میکنیم. سیو رو میزنیم. مجدد میریم به همون صفحه. کویک استارت ران ویزارد. نکست. اینجا هم تهران. نکست. تو این قسمت همون یوزرنیم پسورد که مخابرات داده بهتون. VCI هم 035 میزنم من. شما هم همونطور گفتم اگه مخابرات بودید 033، اگه هم شاتل آسیاتک زبانیت اینا بودید 035. باز از پشتیبان بپرسی میگن. تو این قسمت هم نام وای فای و رمزشو وارد میکنیم. این پایین هر رمزی خواستید بدید، فقط این گزینه آخری انتخاب کنید. رمزتون رو سعی بکنید ساده نباشه، قابل حدس نباشه، حروف بزرگ و کوچک و اعداد اینا باشه. بعد نکست رو میزنید و تو این قسمت سیو رو بزنید. تنظیماتتون ذخیره میشه. باز چراغ اینترنت روشن شد. امیدوارم این آموزش به کارتون بیاد. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید.